صادر جباروف پرزیدنت قرقیزستان مهلت اجرایی وعده‌اش را برای به پایان رسانیدن بحث مرزی تمدید کرد. قزاقستان با قبول قانون از بحر پیشوا برآمد. در امریکا از سردی هوا 10 نفر جان دادند. صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان که وعده کرده بود تا آخر سال 2022 بحث مرزی را به پایان میرساند، همکنون گفته است تعیین و نشانه‌گذاری سرحد را با تاجیکستان تا ماه می سال 2023 به پایان خواهد رساند. طرف تاجیکستان در گذشته و حالا به این گونه اظهارات واکنش نکرده است. وزارت کارهای خارجه در اول ماه دکتر خبر داده بود که برای نشانه‌گذاری 1766 کیلومتر دیگر با قرقیزستان به توافق رسیدند و نقشه جدول واخوری‌ها برای سال 2023 تصدیق شد. جباروف هفته گذشته در ولایت بادکند هممرز با اسفره و باباجان غفوروی ولایت سوغد بود. وی در مورد بحث‌های سرحدی با تاجیکستان زمان گپ زده است که ساکنان محلی تامین امنیت را خواستند. رسانه‌های مستقل و بین المللی برای بازتاب سفر او راه نیافتند، بنابراین تفصیلات در این باره دسترس نیست. نمایندگان حکومت‌های محلی روز 26 دکتر به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفتند که صادر جباروف نیتش را برای حل بحث مرزی با تاجیکستان تا ماه می سال آینده اعلان کرد. با گذشت 13 ساله از استقلال هر دو کشور، از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً 664 کیلومتر آن تعیین و نشانه‌گذاری شده است و تمام. بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه هرگاه مناقشه سر می‌زند و به خونریزی‌های سخت هم پیچیده است. در قزاقستان قانون کنستیتوسیونی این کشور درباره پرزیدنت نخستین جمهوری قزاقستان الباشی به اعتبار دانسته شد. در این باره قانون قبول کردند. دیگر مردم قزاقستان از بحر پیشوا برآمد. به گفته ارمن کاژاخمتوف، رئیس کمیته قانونگذاری و اصلاحات سودی حقوقی پارلمان قزاقستان، این قانون در پی نتایج رایپرسی عمومی جمهوری تهیه شده است. گفتن است طبق قانون درباره پرزیدنت نخستین جمهوری قزاقستان الباشی، پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسولطان نظربایف و همچنین اعضای خانواده‌اش یک قطار امتیازها داشتند. از روی قانون پیشین نورسولطان نظربایف همچون اولین پرزیدنت از دخل‌ناپذیری برخوردار بود. دخل‌ناپذیری به تمام مال ملکی که در اساس مالکیت خصوصی به نورسولطان نظربایف و اعضای عائله‌ای که با او زندگی می‌کنند تعلق داشت. اکنون ماده مقام و صلاحیت نظربایف و همچنین مقرراتی که به او امکان میداد بیش از 2 بار پی هم به مقام رهبر دولت انتخاب شود لغو شد. علاوه بر این، معیار درباره تغییر ناپذیری مقام نظربایف همچون پیشوای ملت از قانون بیرون کرده شد. روزهای اخیر در بسیار ایالت‌های امریکا سرماهای غیر مقرری و مقدار زیادی بارش برف به قید گرفته شدند. در مجموع بر اثر سردی هوا در امریکا دست کم 62 نفر جان باختند. از جمله شمار کشته شدگان در شهر بوفالو در نیویورک که بر اثر طوفان برفی آسیب دیده است به 28 نفر رسیده است. کاونتی ایری در نیویورک که بوفالو را در بر میگیرد یکی از منطقه های آسیب پذیرترین بوده است. بیش از 4000 نفر در اینجا بی برق مانده اند. بوفالو استفاده ماشین های شخصی را منع کرده است و پلیس حربی به نظارت حرکت نقلیات مشغول است. مسئولین گفتند که شرایط بهبود یافته ایستاده است. روز سه‌شنبه برف خیلی کم میبارد و به زودی کمی گرم شدن آن هم در نظر است. با وجود این انتظار می رود که تعداد قربانیان با ادامه جستجو افزایش یابد. بسیاری از ماشین های یاری تجلی نتوانستند به منطقه های بیشتر آسیب دیده برسند یا خودشان در برف مانده اند. در ورمونت، اوهایو، میسوری، ویسکانسین، کانزاس و کلرادو نیز برف مربارگ به قید گرفته شده است. حرارت در فلوریدا جنوبی آنقدر پست شده که پرنده ها یخ کرده از درختان افتادند. اما خنک‌ترین در ایالت مونتانا بوده است که حرارت هوا در آنجا تا 45 درجه پایین فرآمده است. به گفته هواشناسان طوفان برفی در چند روز آینده کاهش می‌یابد، اما به ساکنان مناطق آسیب دیده همچنان توصیه داده می‌شود که بدون ضرورت از سفر خودداری کنند.